به نام خدا. سلام، خوش آمدید. اینجا خبرنامه است. از توصیه به دکترانی که بیمار هستند شروع کنیم. تا کجا؟ تا پرچم جدید امریکا. خب، اولین نشست ملی ارتقای اخلاق طبابت امروز با حضور آقای رئیس جمهور برگزار شد. رئیس جمهور از بایدهای صحبت کرد که باید صورت بگیرد. چه وقت؟ زمان برخورد با بیمار توسط چه کسی؟ خب معلوم است، دکترانی هم که اگر این تئوری که آقای رئیس جمهور میگن عمل نکنن، احتمال زیاد خودشان حالا به نحوی تا اندازی بیمار هستن. حالا چه توصیه هایی؟ رازداری اولیش. راز مریض نگاه کردن بسیار مهم است. با مریض وضعیت درست کردن بسیار مهم است. با پرستارش که وضعیت درست کردن بسیار مهم است. با مریض وقت کافی دادن بسیار مهم است. حرفش شنیدن بسیار مهم است. در خلاصه کلام با اخلاق نیک با مریض رفتار کردن. نیروهای امنیتی ناامن، یکی از موضوعاتی که امروز مطرح شدی بود که نیروهای امنیتی نباید بگذارن که با بیمارها در شفاخانه رفتار نامناسب صورت بگیرد. حالا نیروهایی که نه تنها این کارا نمیکنن بلکه خودشان بد رفتاری میکنن چه؟ رئیس جمهور گفت این موضوع مورد نظر قرار خواهد گرفت. وزیر صاحب صحی ما اشاره بسیار مهمه به رفتار در شفاخانه ما از جانب نیروهای امنیتی ما کردن. برای من گزارش از طرف ICRC هم رسیده. چند ماه پیش کلان ICRC پیش آمد و گفت که نیروهای امنیتی تان مریض خود به زور میارن و به زور میدرائن و به زور سر دکتر فشار میارن که مریض ما رو زودتر تداوی کنین. از شما هم شنیدن، ما هم تکرار میکنم. از این محفل بسیار مهم اخلاق طبابت که طبیعی است که در جامعه ما حالات مختلفی رخ میده، دردهای بسیار زیاد داریم، ولی او رنج و دردی که ما داریم باعث از این باید نشود که ما به زوری که داریم و یا به وظیفه مهمی که داریم مریض خود به زور ارجحیت قائل شیم و دکترها رو مجبور کنیم که از اونا به اونا رسیدگی کنم. این را همه شنیدیم. ان شاء الله تعالی در این مورد یادآوری مجردم میال که رفتم با مجلس امنیتی و ارگانهای امنیتی میکنیم. گزارش پر آب و تاب مقامات هیاهو برای هیچ. اعضای مجلس سنا میگن که در حالی که مردم به دلیل سرما و برفباری با مشکلات زیادی روبرو هستند در برخی مناطق، کمیته حالات اضطرار اقدامی را روی دست نگرفته است و انجام نداد، حالا که قبلا داد از آمادگی ها میزدن. همین خود مجلس هم گفتن، همین مجلس بزرگان چند وقت پیش. ریاست مشران جرگه جدا تقاضا داریم که این صدای مظلومانه مردم بدخشان به گوش مقامات برسانند و مقاماتی که در اینجا بسیار گزارش پر آب و تاب ارائه میکنند اما هیچ گونه اثری در ولایت بدخشان دیده نشده. کاریکاتور 39 ثانیه بعدش مهمان ناخوانده عکاس. تصور کنید در داخل جنگل هستید و در حال عکاسی. یک خرس به شما نزدیک میشه. عکس العمل شما چه خواهد بود؟ با گزارش دیلی میل، دین شوارز که مشغول عکاسی از حیات وحش بوده به ناگاه متوجه شد که یک خرس سیاه در حال نزدیک شدن به اوست.
او هم وسایلش را گذاشت و فرار کرد. خب تا اینجا که مهم نیست، همه فرار میکنن. اما در کمال تعجب دید که خرس سیاه به جای تعقیب او به کامره عکاسیش نزدیک شد و کنجکاوانه در حال بررسی کامره است. شوارتز هم از فرصت استفاده کرد و شروع به عکاسی. شوارتز گفته که گویا خرس از دور مراقب من بوده و تمام حرکات من را زیر نظر گرفته بود، چرا که وقتی پشت کامره رفت دقیقاً حرکات من را تکرار میکرد. لنز را حرکت میداد و دکمه های روی کامره را فشار میداد. برخلاف تصور من، آن خرس بسیار باهوش بود و بسیار آرام به نظر میرسید. خب دوباره از جنگل جای دوری نرویم، برویم طرف ترسناکترین موجود آمازون. حتما تا به حال نام ماهی پیرانا به گوشتان نرسیده است و یا امکان دارد که رسیده باشد. این ماهی یکی از ترسناکترین موجودات آمازون است و دندانهای بسیار وحشتناکی دارد. مشاهده میکنید دندانهای این ماهی به قدری تیز است که میتونه در کمتر از 1 دقیقه یک گاو بزرگ را کاملا تکه تکه کند. دندانهای پیرانا به صورت مثلثی هستند و حالت خاصی دارد که با آنها اجازه میده تا حد زیادی تیز باشند. خب ضربه سر زیدان تکرار شد، البته نه توسط خود زیدان. مارون فلینی مهاجم بلژیکی روز گذشته حرکت زینالدین زیدان برابر ماتراتزی در فینال جام جهانی 2006 را تکرار کرد و با سر به سینه مدافع استوک سیتی کوبید. اگرچه فلینی پس از بازی از رایان شاوکراس مدافع استوک سیتی عذرخواهی کرد، اما به نظر می‌رسد محرومیت بلند مدتی در انتظار او باشد، آنطور که قوانین فوتبال اجازه میده. فلینی پس از بازی گفته که از شاوکراس عذرخواهی میکنم، در آن لحظه درگیری زد و خوردهای زیادی در محوطه جریمه استوک سیتی رخ داد و من از مدافع استوک از هواداران در استادیوم عذرخواهی میکنم. دیوید مویس سرمربی اورتون نیز پس از بازی از حرکت بازیکن تیمش انتقاد کرد. حرکت ضربه سر فلینی به سینه مدافع استوک در را مداور مسابقه ندید، اما کامراهای حاضر در ورزشگاه توانستن این صحنه را شکار کنند. پرچم جدید آمریکا این ساحل نشان بعد از کشتار کودکان پریروز کودکان آمریکایی، مردم در برخی از مناطق این کشور به نشانه اعتراض به این وضعیت که سالانه تعداد زیادی هزاران نفر به خاطر این اسلحه ها کشته میشن، پرچم آمریکا را به این شکل درآوردند. پایان باکس خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. تا فردا شب همین وقت شب و خبرنامه دیگر. خدا نگهدار.